به پورتال وحشت خوش آمدید. داستان ما از یه روز معمولی تو سال 2001 شروع میشه. کوین مانیس، یه فروشنده عتیقه جات در شهر پورتلند، تو یکی از حراجی ها با یه جعبه چوبی خیلی عجیب و مرموز مواجه میشه. این جعبه که به نظر میرسید یه کابینت کوچیک شراب قدیمی باشه، خیلی سریع نظر کوین رو جلب کرد. فروشنده یه پیرزن یهودی بود که به کوین هشدار داد این جعبه رو نخره. اون گفت این جعبه نفرین شده است و توش یه روح شیطانی به نام دیبوک قفل شده. پیرزن توضیح داد که این جعبه از زمان جنگ جهانی دوم توی خانواده‌شون بوده و همیشه از باز کردنش خودداری کردن. مادر بزرگش این جعبه رو از اروپا آورده بود. زنی که از جهنم هولوکاست جون سالم به در برده بود. پیرزن با تاکید به کوین گفت که هرگز تحت هیچ شرایطی نباید این جعبه رو باز کنه. ولی کوین که خیلی اهل داستانهای ترسناک و این چیزا نبود، به هشدارش اهمیت نداد و جعبه رو خرید. بعد از خرید جعبه، کوین تصمیم گرفت اونو تمیز کنه و به عنوان یه هدیه خاص به مادرش بده. اما بعد از چند روز اتفاقات عجیبی توی مغازه عتیقه فروشی شروع شد. چیزایی بدون دلیل جابجا می شدن. چراغ‌ها ناگهان روشن و خاموش می شدن و بوی عجیبی مثل سرکه تو هوا پیچیده بود. کوین فکر می کرد که اینا ممکنه صرفاً تصادفی باشه و ربطی به جعبه نداشته باشه. بنابراین جعبه رو تمیز کرد و اونو به مادرش هدیه داد. تو روز تولد مادرش، کوین با کلی ذوق و شوق جعبه رو بهش داد. اما وقتی مادرش جعبه رو باز کرد، فقط چند ثانیه بعد حالش بد شد. یه جورایی انگار شوک زده شده بود. مادرش دستش رو روی قلبش گذاشت و ناگهان روی زمین افتاد. بلافاصله به بیمارستان منتقلش کردن. خوشبختانه مادرش زنده موند، ولی سکته قلبی باعث شده بود دیگه نتونه صحبت کنه. وقتی به هوش اومد، با نوشتن روی کاغذ به کوین گفت که وقتی جعبه رو باز کرد، چهره یه زنی پیر و وحشتناک رو توش دیده بود. کوین که از این ماجرا وحشت زده شده بود، جعبه رو به خونش برد تا بفهمه این جعبه واقعا چیه و چرا این اتفاقات وحشتناک براش رخ داده. از همون شب کابوسای ترسناک شروع شد. هر شب خواب یه پیرزن رو میدید که به سمتش میومد و بهش حمله میکرد. این کابوسا اونقدر واقعی و ترسناک بودن که وقتی بیدار میشد هنوز فکر میکرد اون زن توی اتاقشه. هر شب کابوسا شدیدتر میشد و کوین متوجه شد که همون چهره‌ای که مادرش توی جعبه دیده بود حالا توی خوابا ظاهر شده. ولی این فقط شروع ماجرا بود. بوی سرکه و تعفن توی خونه پیچیده بود و وسایل خونه بدون هیچ دلیلی جابجا می شدن. بعضی شبا کوین صدای ناله های ضعیف از داخل جعبه می شنید. یکی از شبها یکی از دوستای نزدیک کوین اومده بود خونش برای شام. وقتی اون جعبه رو باز کرد، چند لحظه بعد دچار یه حمله عصبی شدید شد و چند روز بعد توی تصادف عجیب کشته شد. اینجا بود که کوین مطمئن شد جعبه دیبوک طلسمیه که نفرین رو با خودش میاره. ترس کوین هر روز بیشتر میشد. نمیدونست چی کار کنه. هرچی بیشتر از جعبه استفاده میکرد، بیشتر احساس میکرد یه چیزی درون این جعبه است که نمیذاره آرامش داشته باشه. اون سعی کرد جعبه رو بفروشه و از دستش خلاص بشه. بعد از چند بار خرید و فروش، جعبه دست یه دانشجوی جوان
به نام جیسون هاکستون افتاد. جیسون عاشق اشیاء باستانی و مرموز بود و به داستانهایی که درباره جعبه شنیده بود علاقه‌مند شده بود. اما وقتی جیسون جعبه رو خرید همه چیز بدتر شد. از همون شب‌های اول کابوسای وحشتناک سراغش اومد. هر شب خواب میدید که یه زن پیر و زشت داره تعقیبش میکنه. هر بار که از خواب بیدار میشد بوی شدید سرکه و ادرار رو تو اتاقش حس میکرد. کابوسا تمومی نداشتن و جیسون روز به روز ضعیفتر و ترسیده تر میشد. بعد از مدتی جیسون دیگه نتونست تحمل کنه. مشکلات جسمیش شروع شده بود. پوستش پر از زخمای عجیب شده بود و نفس کشیدنش سخت شده بود. هر بار که دکترها معاینش میکردن هیچ دلیل مشخصی برای مشکلاتش پیدا نمیکردن. حتی دوستای جیسون هم که با جعبه در تماس بودن دچار حوادث عجیب و غیر قابل توصیفی میشدن. جیسون دیگه هیچ چیزی براش مهم نبود جز خلاص شدن از این جعبه. به همین دلیل تصمیم گرفت با یه خاخام محلی صحبت کنه. خاخام بهش گفت که این جعبه باید با یه مراسم خاص دوباره مهرموم بشه تا روح شیطانی داخلش نتونه به دنیا دسترسی پیدا کنه. جیسون به همراه خاخام و چند روحانی دیگه یه مراسم ویژه برگزار کردن و جعبه رو مهرموم کردن. اون جعبه رو توی یه مکان مخفی دفن کردن و مطمئن شدن که هیچ کس دیگه نمیتونه اون رو پیدا کنه. پایان شاید نه. هرچند جعبه دیبوک مهرموم شد ولی هنوز خیلی ها معتقدن که نفرین این جعبه تموم نشده. شایعاتی وجود داره که میگن اگه کسی دوباره جعبه رو پیدا کنه و بازش کنه روح شیطانی دیبوک دوباره آزاد میشه و نفرین خودش رو بر سر کسایی که باهاش در تماس هستن میریزه. گفته میشه این جعبه هنوز هم توی موزه ها یا کلکسیون های خصوصی نگهداری میشه ولی هر کی به دنبالش رفته هیچ وقت سرنوشت خوبی نداشته. حالا اگه تا اینجای داستان براتون جذاب بوده ساب و لایک یادتون نره وگرنه شب میام بالا سرتون. این داستان درباره یه نقاشیه که گفته میشه هر کی بهش نگاه کنه شب همون تصویر رو توی خوابش میبینه ولی خوابش به یه کابوس ختم میشه که ممکنه هیچ وقت ازش بیدار نشه. ماجرا از اینجا شروع میشه که تو سال 2000 بیل استونهام نقاشی که حالا دیگه اسمش با یه تابلوی ترسناک گره خورده داشت ایمیل هاشو چک میکرد. یهو چشمش به یه ایمیل ناشناس افتاد که فقط یه سوال توش بود. میدونی دستایی که مانای او هستن چه معنی داره؟ بیل که حسابی گیج شده بود به اون فرد ناشناس جواب داد که این نقاشی رو من سال 1972 کشیدم و الهامش از یه شعری بود که همسر اولم برام نوشته بود. اما اون ناشناس بیخیال نمیشه و یه لینک براش میفرسته که مربوط میشد به یه حراجی آنلاین توی سایت ایبای. توی این لینک نقاشی بیل برای فروش گذاشته شده بود و یه عکس بزرگ از چهره خودش وقتی فقط 5 سالش بود توی تابلو دیده میشد. بیل بعدها به یه خبرنگار گفت وقتی اون نقاشی رو دوباره روی صفحه کامپیوترم دیدم وحشت کردم. انگار روح خودم از بچگی داشت بهم خیره میشد. چطوری نقاشی سر از ایبای در آورد؟ صاحب جدید نقاشی یه گالری داره میشیگانی به اسم کیم اسمیت بود که اون تابلو رو توی حراجی ایبای خریده بود. اما چیزی که باعث شد این نقاشی سر صدای زیادی به پا کنه توضیحات عجیب و غریب فروشنده بود. اون زوج که تابلو رو برای فروش گذاشته بودن نوشته بودن
این نقاشی ممکنه قدرت‌های ماورایی داشته باشه. ما هیچ مسئولیتی بابت اتفاقایی که ممکنه برای خریدارش بیفته قبول نمی‌کنیم. این ادعا توجه کل دنیا رو به نقاشی جلب کرد. توی توضیحات حرجی اومده بود که این تابلو توی کارخونه متروکه پیدا شده و وقتی زوج اون رو توی خونه بردن یه سری اتفاقات عجیب براشون افتاده. مثلا یه شب دختر 4-5 سالشون بهشون گفت مامان، بابا، بچه‌های توی نقاشی شبا میان بیرون و توی اتاقم دعوا میکنن. پدر خانواده که از حرفای دخترش ترسیده بود یه دوربین با سنسور حرکت توی اتاق خواب دختر نصب کرد تا بفهمه واقعا چه خبره. عجیب اینجا بود که دوربین توی بعضی از تصاویر عروسک دختر توی نقاشی رو نشون میداد که انگار یه اسلحه دستشه و به سمت پسر بچه هدف گرفته، اما خودشون مدام اصرار میکردن که این چیزا فقط بازی نور و سایه است. البته خودشون هم اعتراف کرده بودن که به چیزای ماورایی اعتقاد ندارن، اما این حرفاشون فقط آتیش شایعات رو شعله‌ورتر کرد. مخصوصا که کسایی که برای خرید این نقاشی وارد صفحه ایبای می شدن می گفتن که بعد از نگاه کردن به تصویر تابلو یه اتفاقای عجیبی براشون افتاده. یکی می گفت بیهوش شده، یکی دیگه می گفت تب کرده و حتی بچه هایی که نقاشی رو دیده بودن یا جیغ می زدن یا شروع به گریه می کردن. تا اینکه یه زن مسن نقاشی رو خرید. زن نقاشی رو توی پذیرایی آویزون کرده بود. از همون شب اول حس می‌کرد یه چیزی توی خونه تغییر کرده. بعضی وقتا از سمت نقاشی صدای خشخش و تق تق میشنید. اول فکر کرد خیالاته، ولی وقتی مهموناش اومدن تازه فهمید که اوضاع خیلی جدی‌تر از این حرف است. یه شب چند نفر از دوستاش برای شام دعوت بودن. توی پذیرایی نشسته بودن و داشتن گپ می‌زدن که یکی از مهمونا گفت هوای اینجا عجیبه، انگار یه جورایی تو رو تحت فشار میذاره. یکی دیگه هم گفت من حس میکنم یه هوای گرم داره از سمت نقاشی بهم میخوره، مثل وقتی که جلوی یه بخاری ایستادی. اما چیزی که همه رو شوکه کرد حرف یه دختر بچه 5 ساله بود که با مادرش مهمون خونه بود. بچه با چشمای وحشت زده به نقاشی اشاره کرد و گفت اون پسر از نقاشی اومد بیرون، داشت منو نگاه میکرد، حتی اومد نزدیک. اول کسی حرف بچه رو جدی نگرفت، ولی حالت صورت زن مسن نشون میداد که خودش هم یه چیزایی حس کرده. وقتی بلند شد که بچه رو آروم بکنه، ناگهان احساس ضعف کرد و مجبور شد بشینه. به سختی نفس میکشید و فقط گفت انگار یه چیزی انرژیم رو کشید. اون شب همه مهمونا زودتر از همیشه خونه رو ترک کردن. بعدن معلوم شد بیشترشون حالشون بد بوده. بعضیا مریض شدن و تا چند روز خواب راحت نداشتن. زن مسن دیگه طاقت نیاورد و نقاشی رو از پذیرایی برداشت و برد توی اتاق دیگه. ولی داستان تموم نشد. توی اون اتاق هم صداهای عجیب شنیده میشد. عروسک کنار پسرک توی نقاشی انگار یه حالت متفاوتی پیدا کرده بود. بالاخره زن تصمیم گرفت نقاشی رو بفروشه. خریدار بعدی یه خانواده بودن که خیلی زود فهمیدن چه اشتباهی کردن. پسر کوچیکشون هر شب خوابایی میدید که عروسک از قاب نقاشی بیرون میاد و بالای سرش میسته. پدر خانواده که هیچ اعتقادی به این چیزا نداشت نقاشی رو برداشت و گذاشت توی گاراژ. ولی حتی اونجا هم صداهای عجیب از قاب شنیده میشد. بیلستون هم بعدها درباره نقاشی گفت که این اثر در واقع بر اساس یه عکس قدیمی از خودش و دختر همسایه‌اش کشیده شده. اما وقتی شروع به طراحی تابلو کرد یه تغییراتی به عکس اصلی داد که حس عجیبی به تصویر بخشید. مثلا دختر همسایه توی تابلو تبدیل شده بود به یه عروسک بیجان با دست و پای مفصلدار.
چهره پسر بچه که خودش بود یه حالت بیروح و سرد به خودش گرفت و نگاهش انگار از قاب نقاشی فراتر میرفت و به عمق وجود آدم نفوذ میکرد. اما ترسناکترین بخش نقاشی دستهایی بودن که پشت شیشه پنجره دیده میشدن، دستهایی که انگار از دنیای دیگه اومده بودن و میخواستن این بچه ها رو ببلعن. ماجرا وقتی ترسناکتر شد که مردم شروع کردن مرگ‌های عجیبی رو با این نقاشی مرتبط دونستن. مثلا یکی از منتقدای معروف لس آنجلس تایمز که درباره نقاشی‌های بیل مطلب نوشته بود، مدتی بعد به دلیل افسردگی شدید خودکشی کرد. یا یه مجموعه دار که این نقاشی رو خریده بود چند سال بعد به طرز مشکوکی از دنیا رفت. حتی کسی نمیدونه این نقاشی چطوری سر از اون کارخونه متروکه در آورد. بیل استونهام بعدها چند نقاشی دیگه کشید که به نوعی دنباله همین تابلو بودن. مثلا توی یکی از نقاشی‌ها خودش رو به جای اون پسر بچه کشیده بود، یه مرد میان سال که انگار با گذشته خودش روبرو شده بود. اما نکته جالب اینه که توی یکی از آخرین نقاشیاش عروسک دختر تبدیل شده بود به یه دختر واقعی. این تغییر دقیقاً بعد از این بود که بیل بعد از 50 سال خواهر واقعی خودش رو پیدا کرد، ولی متاسفانه فقط 5 سال بعد خواهرش از دنیا رفت. بیل استونهام همیشه میگه که توی این نقاشی هیچ چیز ماورایی نیست. اون میگه این فقط یه تصویری از حس گم شدن یه بچه است، یه بچه که گذشته و آیندهش براش مبهمه. اون دستای پشت شیشه هم فقط نمادی از این احساسه. ولی خیلی ها همچنان معتقدن که این نقاشی چیزی بیشتر از یه اثر هنریه. شاید یه دریچه به دنیای ناشناخته باشه. حالا اگه خودت باشی حاضری به این نقاشی خیره بشی؟ اگه شما هم داستانی خاطره ترسناکی دارید میتونید به آیدی تلگرام ما که پایین صفحه براتون گذاشتم بفرستید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و کامنت فراموش نشه. متشکرم.